دنیای کتاب قصه های بوکچین. داستان آخرین هلو. نویسنده گاس گوردن، مترجم هتاو نصیری. وای، به این میگن یه هلوی محشر. بله همینطوره، محشرترینه، زیباترین هلویه که تو کل تابستون دیدم. موافق نیستی؟ موافقم، راستش زیباترین هلوی کل تابستون هاست. درسته، همینطوره، باید همین الان بخوریمش. حتما بیا بخوریمش همین الان. آره صبر کنین، شما نمیتونین اون هلو رو بخورین. این آخرین هلوی فصله. آخرین هلوی فصله؟ مطمئنی؟ آره مطمئنم. اوه، چرا نمیتونیم آخرین هلوی فصل رو بخوریم؟ شاید اگه بخوریمش دیگه هیچ وقت هلوی به این زیبایی به وجود نیاد و به این گردی و به این خوشمزگی. بیا بخوریمش. باشه، صبر کنین. این هلو از بیرون فوق‌العاده به نظر میاد، ولی شرط میبندم توش بوگندو و گندیده است. وای نه، خیلی ناامید شدم. پس باید ولش کنیم. آره به نظر میاد هلوی آبداری باشه. چی میشه اگه فقط یک گاز کوچیک بزنیم؟ آره، هیچ کس متوجه نمیشه و شکممون هم خیلی خوشحال میشه، ولی احتمالاً کل هلو رو میخوریم و دلدرد بدی میگیریم. وای نه، من از دلدرد خوشم نمیاد. نه ممکنه یه هلو جادویی باشه. چی میشه اگه بخوریمش و یهویی بتونیم کارهای جادویی کنیم، مثل پرواز کردن؟ آره واستا، ما که الانش هم میتونیم پرواز کنیم. آره، من یه ایده عالی دارم. چطور هلو رو با همه دوستامون قسمت کنیم؟ عاشقمون میشن، میشیم قهرمانان شکار هلو، میشیم قهرمانان گرسنه. من فکر میکنم هلو دلش میخواد که ما بخوریمش. آره، اگه میتونست حرف بزنه میگفت چرا هیچ کس منو نمیخوره، و بعد ما میخوردیمش. و دیگه نمیتونست حرف بزنه. وای، بیا هلو رو نخوریم. من واسه هلو یه شعر نوشتم. من عاشق شعرم. ای عزیزترین هلو، تو از همه زیباتری، هرگز چیزی به شیرینی تو در جهان نخواهد بود. تو قلبم را درست مثل پیژامه مورد علاقم گرم می کنی. محشر بود، ممنونم. دیگه بسته، هلو مال منه، چون من اول دیدمش. نه خیر، من اول اومدم، هلو مال منه. هلو منه. نه خیر، هلو منه. هلو تو نیست. معلومه که هست. هست. این هلو با شکوه ترین هلوهاست. درست میگی، ما لیاقت زیباییش رو نداریم. آره درسته. خداحافظ هلو، دوستت داریم.